افطار دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و من فطر صائما فله مثل اجره. کسی که یک روزدار رو افطار دهد مثل اجر روزدار ثواب میگیرد. از این هم ثوابی بلند سحری دادن. سحری دادن هم اجرش عظیم است. سحری دادن، افطار دادن، از این کارهای خیر هم محروم نشوید. یعنی این کارهای هم کنید. میتونید اقلا مثال یار و دوستا یا مثلا سبحان الله ما یه وقتی سفر داشتم در یکی از کشورها مابین دو دولت 1000 کیلومتر در چول و بیابان در چول بیابان سفر تراسه یک 2 ساعت هست ولی به وقت شامو در کوچه های خیلی پلاکت نوشتن بدی 100 کیلومتر افطار هست. بدی 100 کیلومتر افطار هست و در هر کجا می ایستاد در قدی راه یک 50-60 متر ماشینای میمونید و در همین چول بیابان گلیم های انداختیان، قالین های انداختیان، افطار تشکیل کردن برای راه گذرا. بسیار ثوابش بزرگ است. چون اینو اون یک راهی بود که حتی زپرافکه هم کردن در همین راهی دراز. برای زپرافکه باید یگان شهر درآیید. برای طعام خوردن باید به یگان شهر درآیید. یعنی 50 کیلومتر 20 کیلومتر درآیید به یگان قشلاق یا شهر. در همین تراس نیستی چی؟ به همینجا افطار تشکیل کردیان. بسیار ثوابش بزرگ است. یا بعضی های در سویتفارها دیدم. سویتفارها مثلا 5 منوت می ایستاد تا سویتفارش سبز شدنه. همونجا افطار تقسیم میکنه. آدمی بای هم گاها محتاج میشد که همین افطارتون خورد. چون که به خانهش نرسیده است. همین در عین وقت افطار در مسجد و در خانهش در سر دسترخوان دستها به آسمان دعا کرده نمیشینه. که در کار و بار و در کوچه ها هست. افطار میتید در سویتفار افطار تشکیل کردین بسیار مناسب است. یعنی بسیار ثوابی کلام میگیرد. بله وضعیت نگاه میکنن. یک آدمی محتاج تر باشد به او دهید. یعنی وضعیت نگاه میکنید. کدام کار همه وقت یک چیز گفته نمیشد. همه وقت ثواب افطار بهتر است یا ثواب فلان. به وضعیت به حالت نگاه میکنید. حرکت کنید در هر کاری خیر دست داشته باشید.